امروز ما آمدیم پیش شخصی که موتر ساختن. بله، از یک ولایت به ولایت دیگه در تا جوزجان و مزار یک دفعه آمدیم. میتونه از ولایت به ولایت سفر بکنه. یگانه چیزی خوبی که موتر داره بسیار زیاد مستحکم ساخته شده. اکثریت چیزای از این ساخت دست است و دستی کار شده و مشخصات از این همی است که کم مصرف است. به یک لیتر تیل تقریبا 25 الی 30 کیلومتری میره. در 4 لیتر تیل یعنی 100 کیلومتر یا کمتر یا زیادتر. سلام به تمام بیننده های چینل و گلوتوت. خدا کنه که جور صحتمند باشید. عزیزان دل، امروز ما آمدیم پیش شخصی که موتر ساختن اولین ابتکار در افغانستان که صورت گرفت. ما آمدیم پیش این شخص، میخوایم که از زبان خودش بشنویم که با چی مشکلات این موتر ساخت. میریم صحبت های بیشتر همراه خودشان می داشته باشیم. دوستای عزیز، من در کنار انجینر صاحب مقصود امینی هستم، شخصی که موتر ساختن. سلام، خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ جانتان جور بخیر هستین؟ تشکر، زنده و سلامت باشین. ما امروز پیش خود آمدیم، میشه درباره از این بگوین که موتر با چی مشکلات شما ساختیم؟ آیا شما را کسی حمایت کرد یا از این شخصی خودتان بود؟ نه، از این شخصی ما بود. اگه پس هر چیزی که انسان بخواد یک سازندگی داشته باشه، این طبعا مشکلات خود می داشته باشه. اما شرایطش، اما مسئله مثلا امکاناتی که باید در موتر داشته باشه، اما سامانالاتی که باید داشته باشه. ما با بسیار یک امکانات ناچیز با سامانایی که پیش خود ما داشتیم با همو تانستیم هم تک موتر را بسازیم. و این موتر ویژگیش است که اکثریت چیز از این ساخت دست است. سامانالاتش یعنی از خود افغانستان است، از بیرون از افغانستان نیست؟ بله، تنها ماشینش که است و بعضی چیزایی که در چه معلوم میشه اینا مثلا نگان تایرش هست، اینا را دیگه کمپانی‌ها جور میکنن. تا هنوز افغانستان قادر به تولید همین گپا نشده. اما اکثریت چیزای مثلا فرم است، کابین است، سویچ بولت است و همین دیزاین از ایره، همین که اکثریت چیزای از ایره ما خود ما ساختیم. در کل همون سیستم بسته‌بندی موتر ما خود ما کردیم. بسیار خوب. در سهم موتر که شما ساختن خودتان بوده یا کس همراهیتان کرد؟ در این موتر که ساخته بودیم با مشوره دوستا و ما را خانواده تکنیکی هستیم. پدرمون در تکنیک بوده، اونا مشوره دادن و بچه کاکای ما هست، دیگه برادرای ما هست. با اینا یک جای یک کار هیچ وقت تنها کسی نمیتونه یک چیز بسازه. در یک مدیریت بکار است، در یک حساب برنامه ریزی بکار است. ان شاء الله ما ساختیم و بعد از این هم که ان شاء الله ما کارهای دیگه هم داریم. ان شاء الله ایرا میخوایم انکشاف بدیم به ما سطحی که مثلا ما اگر نتونیم یک شرکت بسازیم، ما میخوایم یک دروازه را بسازیم که بعد از این ما نسل‌های جوان بتونه در این راه قدم بانه ان شاء الله جور کنه. ما ان شاء الله یک تیم ان شاء الله ساختنی هستیم و ساختیم و بالای از این کار داریم. ان شاء الله میتونیم میره به سیستم یک منظم، به سیستمی که بتونیم هم تولیدات داخلی داشته باشیم، هم کسایی که مثلا بیکار است اینا را جذب کنیم. ان شاء الله هم برنامه داریم. انجینر صاحب، میشه بگوین که ویژگی های موتر چی است؟ ویژگی های موتری است که در قدم اول این موتر
با امکاناتی که مثلا تولیدات داخلی خود افغانستان بوده، همی آهنای از ما استفاده کردیم، یا همی فرم میگیم، همی دیگه از اشتیلایی که از استفاده کردیم به خاطر پوشاندن موتر، و انگلارن ده استفاده کردیم به حسابش، پروفیل میگه به چیزایی که به حساب سامانالات است. اینا تولیدات خود وطنی بوده، از همین تولیدات وطنی ما گرفتیم، از همینا استفاده کردیم. یعنی به همین جا آهن از ذوب شده و همین جا ساخته شده و همین جا تولید شده. بجز بعضی چیزایش هست، باز اکثریت کشورها که از حالا سیستم بسته‌بندی است. انجینر جان هم تو یک گپ، سیستم بسته‌بندی است، فقط ایره تولید میکنه از دیگه جای، ایره میسازن، ایره باز ایره آورده به کشور خود بسته میکنه و با نام هم کشور تمام میشه. هنوز ما اگر ایره بخوایم انکشاف بدیم ان شاء الله کاری میکنیم که ایره بعضی چیزایی که ما ساخته نمیتونیم میره میخوایم از خارج به یک سیستم منظم میره بیاریم در افغانستان، و اکثریت چیزای از ایره میخوایم همینجا هم خود ما بسازیم، هم بسته بندی بکنیم و هم این موتر به حسابش در حساب دسترس مردم قرار بدیم. تشکر از شما. رنجه کردین و آمدین اعضای تیم اقرا همراهش معرفی شدین و همراه خود جناب انجینر مقصود امینی. تشکر از شما. میشه خودم معرفی کنین؟ سلامت باشین. من انجینر فردین ایثار هستم، یکی از اعضای تیم اقرا، تیمی که الحمدلله امروز با ساخت موتر دستساز انجینر مقصود امینی الحمدلله تانسته که به لبهای هموطنهای ما چه در داخل و خارج کشور لبخند شادی و خوشحالی را بیاره، و یا ای که بتانن امید و مسرت از این بته که ما انشالله قدم ماندیم به راه سازندگی وطن، قدم ماندیم به شروع خودکفایی انشالله. همونطور فرموده انجینر صاحب، تا یک وطن محصولات تولیدات داخلی نداشته باشه از خودکفایی خبر نیست وطن. الحمدلله امروز با تشویق وطندارای ما، با تشویق معنوی بزرگای دولت ما الحمدلله خیلی کار ما امیدوار کننده و امید بخش است الحمدلله. بسیار خوب. شما در یعنی ساخت موترش همراه انجینر صاحب همکاری داشتین؟ جناب انجینر صاحب قسم پیشتر خودشان یاد کردن، ماشاءالله یک فکر و یک ایدیای بسیار تکنیکی بسیار عالی داره ای برادر ما، و ما واقعا خوشحال هستیم که در این کالکشن و در این تیم کار میکنیم. نه ای که به صفت یک شخص تکنیکی در مسائل داخل تکنیک، الحمدلله در بخشای دیگه اقرا ما همراهشان کار کرده روان هستیم، و همونطور که خودشان یاد کردن اینا قبلگاه از اینا یک آدم بسیار با یک نام و نیک و یک شهرت بسیار عالی ماشاءالله بوده، چه در بخش تکنیک بوده چه خود یک شخصیت بزرگوار بودن و هستن الحمدلله برادرای از اینا و پسرای کاکایشان دیگه. باز ما از امرایشان فعلا کار میکنیم در مسائل اداری و مسائل دیگه ای که ما چطور بتانیم که زمینه کارآفرینی را در این ملک به وجود بیاریم، چطور بتانیم که اقرار از یک موتر دیگه جدا بسازیم، نشه که یک موتر باقی بمانه و همه به ما فقط همه قدر بگن که شما آفرین که ساختین. ما امروز اگر مقصود امینی ابتکار کرد و الحمدلله خلاقیت به خرج داد، تانست که با کمترین امکانات، یعنی باور بکنین که در یک حالت مریضی ای برادر ما این موتر را ساخته که هر کسی اگر تاریخچه و داستان این موتر را بدانه، بدون شک اگر روی قلب آگاه داشته باشه، از یک سو اشک خوشحالی از چشمای از او باید جاری شود و از یک سو دیگه اشک مسئولیت، اشک وطنداری، اشک همدردی و همسویی باید از چشمای از او جاری شود. به این خاطر که انجینر مقصود ما خداوند تعالی شفای عاجل، شفای کامل نصیبشان بکنه با یک مریضی که او را به نام مریضی سرطان خون یا مشکل خونی دارند، با این دست و پنجه نرم میکنه و الحمدلله با توکل پروردگار ماشاءالله تا یعنی حدودا 4 الی 5 سال است بسیار خوب تانسته که همین مریضی که در بدنش اسیر مدیریت بکنه و الحمدلله که
هنوز هم ما میبینیم ماشاءالله خیلی مقاومت کردن، خیلی خوب با مریضی کنار آمدن. دیگه خواهش ما از دوستا و بزرگوارایی که در این کشور هستن و از کسایی که واقعا دلشان به خاطر و به حالی سرزمین میتپه، خواهش ما ای است که ما را انشالله در کنار خود داشته باشند و تا ما بتانیم نسل جوان خود در کنار خود داشته باشیم. همونطور که پیشتر گفتم زمینه کارآفرینی را به وجود بیاریم، اشتغال زایی شود. دیگه انشالله قدم‌های بعدی آرزوی از این دارم که پیام‌ها و دستاوردهای خیلی خوب را از اقرا ما داشته باشیم که خدمت شما و رسانه‌های عزیز ما ارائه بکنیم. تشکر از شما. میشه ما را بگویید که بعد از اینکه موتر شما ساختید تصمیم داری که موتر و یک چیز دیگر شما بسازید؟ خواهر بزرگوار سوال بسیار خوبی کردین. من شاید بار اول دوم است که از آدرس اقرا و واقعا جای افتخار است، احساس خوشحالی و مسرت میکنم که در مقابل شما بزرگوارا قرار میگیرم و از من کوچک شما سوال میپرسین که به اندازه بزرگی یک سرزمین. و الحمدلله ما هم یک پیام‌های خیلی خیلی خوشایند و خوب و عالی داریم. ما در امیرو یک طرح بسیار خوبی کار کرده راستی که اگر پروردگار سبحان الله پاک بخواه ما کار خود را میخواهیم که با اقشار بسیار بسیار مستحقی سرزمین کار خود شروع بکنیم. اقرا انشالله آرزومندی ای است که ما بتانیم در همین نزدیکا روی همین طرح خود بسیار وسیع و افغانستان شمول کار بکنیم. طرح ما از این قرار است که ما میخواهیم که با بنیادهای خیریه‌ای که داریم و علل خصوص با بخش دارالایتاما و رهبریت یا مؤسسین اقرا همی تصمیم گرفتن که ما انشالله در آینده ها بتانیم از نسل یتیم ما انسانای تکنیکی و مسلکی را تربیه بکنیم که انشالله در آینده نه چندان دور، انشالله با آینده نزدیک، همین نسل یتیمی سرزمین صاحب مسلک و در حقیقت صاحب کمپانی باشه به نام اقرا که موتر دست ساخت از تولیدات وطنیشان در وطنشان تولید و بسته‌بندی میکنن. زنده و سلامت باشین. دوستا قسمی که دوست انجینر صاحب گفت، انجینر صاحب مشکل داره که سرطان خون گفتیم، انشالله بخیر خوب شود، چون ما افتخار میکنیم چون این استعدادهای در افغانستان است که زحمت میکشن، موتر میسازن. پس چی خوب است که شما دوستا همکاری کنید که تا به بیرون از افغانستان به یک کشور بره تداعیش صورت بگیره. براتون یک دفعه نشان میدیم که از چی ساخته شده، چی ساخته نشده. درست است، بفرمایید. دوستا ما میخوایم که پیش موتر بریم. یک موتر است که انجینر صاحب ساخته با وجود قدر مشکلات که خودشان مریض هستن، با این مشکلات باز هم توانستن که موتر بسازن. واقعا جای افتخار است. بفرمایید انجینر صاحب. میشه به ما ویژگی هایش بگوین؟ همین ماشینالات یایش که چه قسم شما ساختین؟ ویژگی های از این بزرگترین ویژگیش همین است که ساخت دست است. این یک چیزی است که با دست ساخته شده. ما اگر برای فرش هم است یگان چیز مثلا میدوزه قالین دستی است، قالین ماشینی است یا بچوب بعضی چیزا عکاکی میشه، بعضی چیزا با دست کار میشه. هر چیزی که با دست کار میشه او را ارزشش بیشتر است. یا هنوز هم اکثریت چیزای از این با دست کار شده، همین قطعاتی که در استفاده شده هر کدام از این یک برجستگی خاص داره و این را نشان میده که یک موتری است که تا هنوز در این وقت موتر جور شده. اکثریت چیزای از این ماشینی است اما به دست تو یک چیزی کار دستی است. به خاطر از همین ایرا همین دوستا که هر جای میبیند بیشتر مورد توجهش قرار میگیره. ایرا به ما بگو که چقدر مدت زمان در بر گرفت تا این موتر ساخته شد؟ وقتی که ما ایرا شروع کرده بودیم یک 4 سال پیش بود ایرا شروع کرده بودیم و بالاخره همین 6 ماه آخر با جدیت کار کردیم و 1 ماه پیشی تکمیل شد. 1 ماه پیش. خب انجینر صاحب امروی موتر به ولایت سفر کردین؟ بله، از یک ولایت به ولایت دیگر در تا جوزجان و مزار یک دفعه آمدیم. میتونه از ولایت به ولایت سفر بکنه. مهمترین گپش همین است که ما بتانیم بعد از این چیزی بسازیم که این همو استانداردهای یک موتری را به خود داشته باشه و سر از این ما کار کرده رایستیم، سر از این کار جریان داره انشالله و همیشه چیزی را که یک انسان اول میسازه و او استاندارد نمیشه این را همی چیا نشان داده.
امی مرکزهای تکنیکی که بوده همیشه دفعه اول که هرچی جور میکنه و حتی موترهای مدل 2022 23 دفعه اول منظم نمیشه و آهسته 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 باز اینا یک استاندارد میشه، باز اونا را امتحان میکنه و باز در بازار عرضه میکنه. یک ویژگی خاص از این است که مصرف تیلش بسیار کم است. بسیار خوب. 5 کیلومتر 30 کیلومتر 1 لیتر تیل مصرف داره. گنجایش چند نفر داره موتر؟ گنجایش 2 نفر پیشروی، یک 2 نفر طفلم در پشت سر میتونن دوستای صمیمی باشن، 3 نفر پیشروی بشینن، یگان سامان داشته باشن در بالا بسته کنن. دیگه موتر سفری چکری دیگه خوب موتره که بسیار کم مصرف و اقتصادی به مردم افغانستان. بسیار خوب. تشکر از شما انجینر صاحب و همچنان از شما دوستا. برای قسم استعدادهای ما دعا کنین که بخیر صحتیاب شود. عزیزان مرا اجازه بدین که ما یکم میخوایم بر انجینر صاحب بتم تمام مشخصات موتر اینا براتون معرفی میکنه دیگه. بفرمایید انجینر صاحب. برادر عزیزم قسمی گفتیم موتر اکثریت چیزای از این ساخت دست است و دستی کار شده و مشخصات از این همی است که کم مصرف است. مردم ما و شما در چیزایی که مثلا از حساب سوخت کم مصرف باشه در او زیادتر توجه داره. به 1 لیتر تیل تقریبا 25 الی 30 کیلومتری میره. در 4 لیتر تیل یعنی 100 کیلومتر یا کمتر یا زیادتر کم مصرف است و یک سلند است و یک ویژگی خاص از این ما ایره گفته میتونیم که این موتری است که موتر خرد است، میتونه در هر مسیری که است در اون مسیر بره. یگانه چیزی خوبی که موتر داره بسیار زیاد مستحکم ساخته شده، یعنی در حساب که تصادف است، در حساب این گپا بسیار زیاد یعنی اوگار نمیکنه. یک موتر مستحکم ساخته شده و ایمینیش هم این سال سر از هم کار میکنیم و این ماشینش است. ماشین از یک سلند ماشین است، 200 سی سی است و دیگه باز ما میتونیم ماشینای از این مثلا تبدیل بکنیم. ماشینای از این بعد از این مهمترین کار که در این کار شده بسیار زیاد کسایی که مثلا تکنیکی و مسلکی هستی را ببینه در این بسیار زیاد ما در سیستم تکنیک در سیستم چی داریم بسته‌بندی و میزانکاری. یک میزانکاری بسیار زیاد منظم شده. این موتر که یک هر رقم موتر که ساخته شود تا همین 4 تایر از این تا همین سیستم مثلا نیورسلش است، اکسلش است، سیستم داخلیش است، این اگر منظم نباشه باز موتر نمیتونه مثلا منظم راه بره. یک بسته‌بندی بسیار زیاد منظم شده. این ماشینش است و این دوستای عزیز در ما کوشش کردیم که از ساده ترین چیزها استفاده بکنیم و اکثریت چیزهای از این که مثلا در داخل میبینین اینا ساختای دست خود ماست. یعنی ایرا یک آدم اگر یک انسانی را ببینه، یک کسی ایرا شاید فکر کنه چیزی است که ایرا از بیرون ساخته آوردیم، اما سویچ بولت از ایرا ما خود ما ساختیم و ما خود ما همونجا رنگش کردیم و دیگه چیزهایی که در استفاده شده زیادترش کوشش کردیم که تولیدات خود وطنی باشه. خیر است که یک اندک به حسابش این رقمی کلاسیک می آیم. این گیرش هست، ما گیرش به خاطر سهولت اینجا شاندیم که 5 گیر داره. 5 گیر داره و یک کم لیور 6 گیر و این سیستمش سیستم یعنی دندگیر است. دندگیر گفته میشه. وقتی که دندگیر شد بازی میتونه مثلا کلش داشته باشه، بریک داشته باشه و اکسلراتور داشته باشه. میخوایم درباره یک چیز دیگه از این ما بیشتر توضیحات بدم. یگان تا دروازه را ببینه شاید ایرا بگه که از دیگه دروازه است ایشان، اما نه، ما ایرا خودمون از این پروفیل ساخت وطن را ساختیم. این دروازه که است پروفیل خود وطن است و سامانات که در استفاده شده و این شیشه هم شیشه تولیدات خود وطنی است. ما میتونستیم از دیگه شیشه در استفاده بکنیم بهترتر شود، اما ما خواستیم از همون تولیدات وطنی خود اگر چی بسیار زیاد مثلا یا خوب است یا خراب است یا کم چیز پایینتر است، ما خواستیم از هم تولیدات وطنی خود استفاده بکنیم و همین را خواستیم به نمایش بگذاریم. و حال ما میریم یک چالانش میکنیم، یک دوریش میکنیم به اصطلاح هم این موتر ما چالان شد انشالله. حالا ما یک دفعه حرکت هم میکنیم.
دوستای عزیز حالا میریم ما و شما یک چکر هم میزنیم و یک سرعت موتر هم میبینیم، یک گشتارش هم میبینیم. داشته باشم که هیچ وقت به هیچ حالت مایوس نباشن، همیشه قوی باشن، همیشه به این فکر باشن که من میتونم. هیچ وقت از انسان از یک دفعه کار میکنه، دو دفعه کار میکنه و چندین دفعه انسان شکست میخوره تا که انسان به یک پیروزی میرسه، تا به یک چیزی میرسه که انسان قناعت بخش میکنه. اما تا همونجا از انسان فقط طبیعت هستی، همیشه میخواد که انسان باید تسلیم نشه. ما همی کسایی که همیشه بزرگ مردای تاریخ یا به حساب صنعت باشه یا به حساب هر چیزی که باشه، کسایی که یا اختراع داره یا سازندگی داره و یا هر کاری که میتونه، اینا را ببینیم همه شکستا بوده که اینا تونسته پیروز شوه و تونسته اینا قوی بمانه و تونسته قوی باشه. من همی فکر هستم که هر انسان هر قدری که مشکلات زیاد ببینه، هر قدری که شکست بخوره، همون قدر قوی میشه انسان، همون قدر انسان پرورش یافته میشه از نگاه همو ظرفیت، از نگاه همو خلاقیت، از نگاه همو که من مثلا یک چیزی میتونم ساخته میتونم. انشالله من پیام فقط همین است که جوانا قوی باشن. زنده و سلامت باشین. شما بسیار زیاد خوش شدیم امروز. شما سلامت باشین. انشالله باز در آینده برنامه خوب می داشته باشیم. انشالله تا وقت خدایار و مددگارتان. سلامت باشین.